سلام بچه‌ها، مخلصم و چاکرم. خوش اومدین به چنل خودتون بچه‌های خفن مفن چنل. توی این قسمت ولاگ کامل بلاگ سفر بلاگر ایرانی به تاجیکستان رو داریم در دو پارت، یعنی همه سفرهایی که داشته به تاجیکستان و همه روزها رو در دو پارت واسهتون آماده کردم و امیدوارم که دوست داشته باشید. حتما تا آخر ببینید بچه‌ها. لایک و کامنت هم که یادتون نره. 1 2 3 لیتس گو. فکر کنم با همسرش هم رفته. تاجیکستان اینجا دیگه. کی بشه که من برم که میرم به زودی انشالله. به هوا ماشم تمیزه خدایی. پیشواز از حکومت شهر. بله. زنده باشید. لطف دارید. ما یکی از دوستانمون قرار بود آقا دوست مراد بیاد. اومدن. آره تو با ایشون وعده کرده بودیم. محبت زنده باشید. مخلصیم. اومدن استقبالش. ببخشید. دمشون گرم. بچه‌ها نکنه من بیام تاجیکستان، بچه‌های تاجیکستان استقبال من و همسرم نیان و ما رو دعوت نکنن. من نه، تو بچه‌های تاجیکستان با معرفتن میان. ببخشید. متوجه شدید بچه چی شد؟ من خودم خبر نداشتم. الان اومدم فرودگاه دیدم از راپله هواپیما اومدم پایین. از توی راپله هواپیما بود و هنوز پایین نیومدم. دیدم در کی گفت علی سلطان تویه، گفت اومد جلو. سلام علیک. کوچلوی خوشتیپ گفت از حکومت شهر. چی فهم بود؟ من متوجه نشدم. استقبال گرفتن چی گرفتن؟ من دمشون گرم با این ماشین اومدن به ما. بعد گفتم آقا من با یکی از رفیقای دیگه هم وعده داشتم. آقا دوست مراد یکی از دوستان بازیگران تئاتر و سینماست. من با ایشون وعده دارم. من الان به ایشون قول دادم. ایشون هم هست. فکش افتاده. فک علی سلطانی افتاده. ببین فکش کلا خورد زمین از این همه محبت. ببین استقبالش اومدن با ماشین و اینا دارن میبرن محلی که استراحت کنه. دمشون گرم به خدا. لوتیان مهمان نواز. از اینجا پیاده نشده بودم. ببینم بقیه مسافرها بنده خدا با چی میرن، چیش میگن اتوبوس. محبت کردم واسه من یه ماشین شخصی آوردن داخل. چرا ماشین شخصی هم آوردن واسش. ان شاءالله به زودی ما هم بیام دوشنبه. یه لول دیگه مهمون نوازن. به همینجا تشکر ویژه پرچمو ترکوندن. چقدر سرسبزه. واو چقدر سرسبز و چقدر آب و هواش گله داره به من. بازه وارد داشتم جایی بودم که کامل براتون توضیح میدم. از راهسازی و شهرسازیش بگیرید تا کوه که چندمین کشور کوهستانی دنیاست، جزو چند تای اوله. نه واو تعجب کرده. بله منو قسمت VIP آوردن وارد کردن بدون اینکه تو صف واسم و چیزی یا بابا تو کی بودی؟ چیفی وسیله هیچی. من از قسمت VIP پاسپورت منو گرفتم، منو آوردن الان داخل. الان چمدون منم دارم میدم. این اینجا واسه هنوز هیچ کدوم از بقیه دوستان مسافر و همسفرا نیومدن و اینجا قروق فلت من بیام بارمو بگیرم. این خیلی مشتیه. بودمشون گرم. تازه رفیقاش اومدن. رنگی خودش شروع شد. الان میام. از دوست خوب ما دوست مراد گل و عزیز. آقا خیلی محبت کردی. زنده باشی. آقا زحمت دادیم. با دوست مراد همونجوری گفتم از بازیگرای خوب سینما و تئاتر تاجیکستان، یکی از افراد مشهور و محبوب اینجان، محبت کردن اومدن دنبال ما و الان تو شهر دوشنبه این فرمودید خوجند قرار بریم. الان کجا قرار بریم متوجه یادم رفت. ولایت ختلان. ولایت ختلان. نارک.
نارنج قرار بریم یه جای با صفا، ما هم اومدیم داریم شروع میکنیم استارت بزنیم، شهر رو ببینید لذت ببرید. ماشاءالله چه سرسبزه، چه سرسبزه، بیش از حد سرسبزه، درختای زیبایی، چه سرسبز. آقا آب و هواش الان که هستیم 20 درجه است، خب یعنی خنکه و سردم نیست، گرمم نیست، یعنی الان با یه تیشرت آسین کوتاهی که عمرتون هزار سال دارم لذت میبرم، یا آب و هوای بهاری رو دارم تجربه میکنم. بیافتیم از جای مختلف شهر براتون فیلم میگیرم، بذار حرکت کنیم بریم. اینجا دروازه شهر چقدر زیباست به سمت ولایت قطلان، چقدر زیبا. این چیه بچه ها؟ خب مثل یه سیخ رفته با آسمون ورودی شهر. خیلی بک کوها رو ببین، للاهن کوها رو ببین، دشت رو ببین. اوه 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 ماشاءالله، واقعا که میگن سرسبز است، سرسبز مثل آنتن میمونه. چیه این؟ به 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 به. دقیقا من یاد چیز میفتم، جی تی آی وی میفتم. جی تی آی وی هاتونه بچه ها، میرفتین کوها معلوم میشد، با موتور و ماشین میرفتین کوها از دور معلوم میشد. اینم دقیقا همون چون فضایی داره. دستشویی بعد جالب اینو بعد آقا بزن میگم به دوست مراد گفتم آقا دستشویی کجا میخوام برم؟ بابا گفت تو را گرسنه نیست تا برسیم غذا نمیخوام. گفتم نه گرسنه نیست، فقط دستشویی میخوام برم. گفت دستشویی؟ گفتم آره، هم اول کارم میکنم بعد دستم میشورم. بعد دیدم متوجه منظورم دستشویی نشد، فلان گیرم میره پاره کنم. بگو WC چرا می دستشویی شاید نمیفهمم. با ایما اشاره و فلان و WC و ABCDHP بگه که حاجت خانه میگم آقا من الان حاجت و دعا هستی گیرم میره پاره کنم، دستشویی دارم میگه که نگو به دستشویی توالت میگن حاجت خانه. به دستشویی میگن حاجت خانه. تو فکرشو بکن، میگن ما هم اینجا داریم رفع حاجت، میگن رفع حاجت، به دستشویی میگفتن قدیمی ها، اینم میگم حاجت خانه. خب امروز اومدیم به ارگ شهر خوجند. شهر خوجند در امتداد رود سیحون واقع شده، همون سیر دریا، و همینطور روی مسیر جاده ابریشم بوده. و این ارگ که امروز خواهیم دید در تجارت و همینطور از نظر نظامی نقش بسیار بزرگی رو داشته در تاریخ. خدمتش به 2500 سال پیش میرسه. این ارگ البته امروز بازسازی شده. بریم و ببینیم این ارگ زیبا رو. خب این ورودی ارگ. به به چه بزرگه، کوها که از پشتش نمایان هست. این داخلش به این بزرگی. اینجا پشت این ارگ رودخانه سیر دریایی یا خدا خیلی گنده است. او توی همون ارگ فروشگاه هم هست انگار. اینجا فروشگاه فکر کنم، کلاه مردم تاجیکی، فرش فروشی. او چه فرش خوشگلی. اینجا باز لباسای تاجیکی. او بسیار زیبا، چه خوشگل و چه رنگایی. او این بنفش دل منو برد، خیلی خوشگله. او اینو نگاه کن، پشتیشو همه عالیه. بقصب اینها آدرس، اینها بقصب اینها آدرس، اینها زنانه اینها مردانه. خب الان داری اینو میدوزی. چه کلاه خوشگلی داری، همین الان میدوزه. نامش قلمفور میگه. قلمفور نامش درنشان تخمش بسیار هم زیان نمیرسد هم چیش نمیرسد. فهمیدم. بله. سانی با رسمی انار میکنیم. انار باشد اگر پر فیض و برکت میبیارد. فیض و برکت. درنشانده دانه ها بسیار خوب. انار رو پیرنش نقش انار بود. این مغازه هم ساز میفروشن. آره بستنش. خب اینجا میگه هاستله. آقا ما مثلا میگیم بعد رفع حاجت ها، بعد آره گفتم آقا همون حاجت خونه فقط منو ببر دیگه. ترکیدم تو هواپیما نرفتم، روم نشد. این الله مردم رد میشد تنم میخورد بین اون تنگ رو نرفتم. دارو تنگ نیست تو زیادی چاقی شرکی. واو آوردش چه جایی، همون رفیقش که بازیگر بود. اوه تونل ختلان. ماشاءالله ماشاءالله. ختلان باش. یا خدا چقدر سرسبزه. 5 کیلومتر 5 کیلومتر.
Van'da mı bugün peşi Cemal Bravan mehmon ayım. بالا تو بچه من کلا رو کنم بیرون داد بکشم بگم زشته تو تونل ما وقتی تو تونل میریم با ماشین میریم تو تونل سر اون شیشه میاریم بیرون و سوت میزنیم و جیغ میزنیم. میدونم شما تو تاجیکستان این کارو میکنید تو تونل که میره ماشین. تونل رو الان دوست مراد جان میگه ایرانی‌ها ساختن اینا اینجا. اوه آفرین. قبل اینکه خودم می‌خواستم بگم آقا یاد تونل شمال و کندوان و مازندران افتادم، گفت اینجا رو چقدرم طویل و طولانیه این. اینجا هم ایرانی‌ها ساختن. Nesi Santuda tu, Nerogoy Santuda tu را ایرانی‌ها ساختن. آفرین. اسبا رو نگاه کنید ماشاءالله هفتونگین. ماشاءالله. قدش کوتاه نیست. اسبا اصلا یه اندازه خیلی عجیبه بزرگه. یا خدا. چقدر بزرگه. چقدر گنده. ماشاءالله چه تنومند شبیه اسبای مثلا اروپایی بود تو فیلم های گلادیاتور. آره راست میگه. حالا موسی برای اوه این حیوان نجیب قرار بود باشه که زنداخت بیرون. چرا عجیب شدی لازم دیگه یکی از این قشلا یه حیوان قرار بود نجیب باشه. میگن از حیوان نجیبیه انداخت بیرون چرا عجیب شد. چی دیگه اونم رفت حاجت داره. میشیم به روستا میگن قشلاق. اوه بعد بله لفظی که ما استفاده میکنیم ییلاق و قشلاق. بله ما میگیم قشلاق. چقدر با صفایه آخه یه کوچولو. ماشاءالله. چی نام داری؟ ها؟ نامت تو چیست؟ نظیره؟ پیرانه تو بگیر بایی. چقدر خوشگل و بامزه. ولی چه روستایی بچه شبیه این روستاهایی که توی اروپا و اینا قدیما فیلم ها رو نگاه میکردیم. اینا مرغ مینا است. مینا میگین ها؟ ما میگیم مینا. خواننده هم بود. مینا. مرغ مینا البته تو ایران هم مثلا شما تو کیش میرید میبینید، سمت خراسان میبینید، جای مختلف میبینید. اینجام دستی بود. به 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 به. بچه ها این علی سلطانی خودش بچه شماله. مازندران خودش همینجوری سرسبز خیلی دیده واسهش عجیب نیست. ولی یکی مثل ما که مثلا بچه زاهدان بودیم و مشهد بودیم بریم اینجا که اینجوری سرسبز بالای کوه ها همه سرسبزه چجوری بگم کف خون قاطی میکنیم. رسیدیم. این دریا اسمش چی بود؟ دریای نورک. دریا چه؟ وخش. به 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 چه زیبا. یا خدا دلت میخواد زوزه بکشی. خالی نیست. ماشاءالله ماشاءالله. همه چی براه. بی‌نظیر. اوه اینجا جدا ماشین منو بیست ها. اینجا با قایق میخوایم بریم؟ با قایق اینجا باشه پارک میکنم با قایق میریم. ایول با قایق میریم. اینجا رستم و سهراب یه چیزی گفتم. دچه رستم و سهراب. دشت رستم و سهراب. دچه. دره. دچه نه میدونید دچه. یک هتل بگیم مهمان. هتل مهمانخونه رستم و سهراب. مهمانخانه و مهمانپذیر میگن دچه. بفرمایید. شما جلو برید. بفرمایید شما برید. من وزنم زیاده به قایق چپ. شما برید منو بگیرید از اون. شما بفرمایید من دارم میافتم منو بگیرید. با هم بیافتیم تو. چه با صفاست. یا خدا دلت میخواد زوزه بکشی. یا الله. خیلی خفنه. ماشاءالله. اسم این هاستل چیه؟ سلام علیکم. هاستل قلعه خوجند. هاستل قلعه خوجند. برای یک نفر چند سامان؟ یک کس 100 سامان. ولی اتاق مشترک در حوزه عمومی 8 کس جا میشه. 8 کس 100 سامان. یک کس 100 سامان. این برای کسی که مجرد باشه. 3 کس علاوه کراوات هست. 3 کس چند؟ 360 اگه تو اتاق 3 کس باشه. اگه 3 نفره هستید. ولی اون اتاق 8 نفره ارزان ترینه که 100 سامان در میاد، یعنی $10 آمریکا. و اتاق عائلوی یعنی خانوادگی 400 سامان. میشه این رو به من نشون بدید؟ ممنون هستم. خوبی اینه که دید داره به قلعه خوجند. اینجا آشپزخانه مشترک است. بسیار خوب. اینجا آشپزخانه عمومیه. توی همون قلعه هتل هم هست. خیلی خوبه. یعنی مهمان پذیر. توی همون قلعه هاستل باشم حتما به اینجا میام.
این اتاق 2 نفرش هست برای خانوادگی در واقع. 400 سامان. البته صبحانه نداره ولی بسیار زیباست. بسیار زیبا. ببین چه طرحی داره سقفشو. واو. اتاق بسیار گرمه، خیلی خوبه. در این فصل پاییز میز ناهارخوری یه 2 نفره داره یه تک نفره. و اینجا هم که کمد و تلویزیون و همینجا هم دستشویی خصوصی داره. بسیار تمیز و قشنگ. چه شیک. لایک. بله اینجا میشه لایک در پارسا. خیلی خوشگله. فضای داخلیشو دید. واو خیلی خوشگله داخلش. بی نظیره بچه ها. چه بزرگی. انگار مثل حرم امام رضا دراش بزرگ است. یا خدا چقدر دراش کلفته. نگاه کن پهناشو. مسجده؟ داخلش مسجده این؟ کوزه قدیمی. ببینیم چی نوشته. بیا بخونیمش. نوشته خم. این بهش میگن خم، یعنی یه کوزه قدیمی. 4 تا 6 قبل همون خمره دیگه. بسیار خوب، بسیار زیباست. واو very nice. اینجاست دستاوردهای تاجیکستان. واو هم که سقفشه اینجا صنعتی گچکاری هاشه. خب این هم نمای بیرونی همین ساختمانی که درش بودیم. بسیار زیبا. مثل حافظیه هم هستش. حافظیه ما تو شیراز روی قبر حافظ یه همچین تندیسی داریم، همچین مقبره ای داره. واو اینجا جوی آبی روانه. چقدر زیبا. بی نظیره. very good. everybody like. خمره ها رو میبینیم که از خاک بیرون زدن که مربوط میشن به قرن 5 و 6 پیش از میلاد. در بعضی از این حجره ها هنرمندان کار میکنن. اینا رو کنار هم گذاشتن و یک طرح اینطوری چنینی در میاد. به شدت خوشگله توی این مقبره، توی همین ارگ. خیلی خوشگله بچه ها. یعنی واقعا واجب شد که ما بیایم. خیلی دلمو برد. خیلی خوشگله. بسیار زیباست. من که تکه وای قشنگه آبتین؟ قشنگه. اوه تو قهرم تا به قیامت. شعرهای فارسی هم میخونن توش. تو قهرم تا به قیامت. تو غروری مرا عشق هستی. این آهنگا ایرانی هم میخونن. بستی تو بیا چقدر قشنگه. بری اونجا وسط سازم میزنن میخونن. بی نظیره. بردی به سلامت دلمو کشتی به خجالت. دیگه حرفی نباشه با تو قهرم تا به قیامت. قهرم تا به تشکر. بی نظیره. everybody nice. very nice. بله بسیار زیبا. این دلم دیوانه شد با منو بیگانه شد. وقتی بر خانه ایمان گوشه مای خانه گوشتی دای تو بی وفایی بی جمالت مینایی بی شبیهانه تو بی مالت. چقدر قشنگه. Arkadan burama da çıkıyor adamı bu tamam. وای من آمدم عشق فریاد کنم.
آمده ام که ناز بنیاد کنم من آمده ام وای وای اوه دمش گرم ده 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 تو دست من دامن تو جایی برویم هر دو بیمار خیلی قشنگه بچه‌ها تو اختراع کرده بودم 2009 شما اختراع کرد میشه یک بار دیگه اون رو ازتون خواهش کنم بزنید یکم به موضوعم نه این میگه من این سازو برامات همش برام خودم ابداع کردم اختراع کردم نه چی اسمش شبیه هم ایزی پنجه دیگه چقدر حرفه‌ای لیلی 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 جان 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 دلی من کردی ویران سلکش نامدی وای وای من کشتی به ارمان این چیه بچه ها؟ این فکر کنم ساز اصلی و قدیمی تاجیکستانه که چون دسته بلند داره و خودش این من توی چیزهای قدیمی من دیدم این سکانس ها این صحنه های اینجوری ساز این مدلی ها رو چقدر قشنگ میزنه چقدر حرفه‌ایه ما یه ساز داریم توی بلوچستان شبیه اینه واقعا عجیبه که چطور از دو تار شما اینقدر صدا در میارید واقعا هنر دو تار هنر این هنر مرد تاجیکه بچه‌ها صدا در میارید شدیم و در قدیم به اینجا میگفتن به دو قسمت تقسیم میکردن یک حولی مردانه و برای مردان بوده به این حولی به اینجا میگن و این یک حولی هم برای زنها بوده که اون سمت ما میگفتیم اندرونی است و اندرونی به این برم که قسمتی که مثلا حیاتی که پشت بوده مخصوص زنها که زنها مثلا حجاب نداشتن هم میتونستن بیان دیگه مثلا قدیما که روی حجاب و این چیزا خیلی مردم محکم بودن و متعصب بودن توی حجاب تا اتاق و یا اندرونی داشتن به 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 لایک داری لایک خب اجاقش بوده و تاقچه های قشنگ واو اونجا جای رخت خواب بی نظیر نامش چی؟ آبتین اینم پسر ما آبتین چه خانومه کرسی خوبه زیرش گرمه؟ آره کیف داره؟ خب اینجا خیلی درست در کرسی واقعی چه سقف خوشگلی بله حولی بیرون و حولی درون بله حولی بیرون مهمانخانه برای مردها بله حولی درون مهمانخانه برای زنها بله شب شد تا ما بیاییم بازدید کنیم و این چراغ‌ها روشن شدن که این فضا رو زیبا کردن چه خوشگله شب تا ساعت 7 شب